این وقت سحر این همه پروانه های عاشق را گرد خانه خود جمع کرده. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. الله در آسمان ها را باز کرده تو چنین شبهایی. هرچه دلت میخواهد بگو، هرچی مناجات داری بکن، هرچی گریه و زاری داری بکن، هرچه حاجت داری بگو. برادر و خواهرتم فراموش نکن تو دعات. خداوند به تو همون اندازه‌ای که به برادر و خواهر غایبت که در جمع ما نیست اما دلش با ماست و ما اونو دوست داریم، به همون اندازه بدونی که از اجر خودت کم بکنه عنایت می‌فرماید. عشق به الله جزو زندگی لا ینفک ماست. اگر الله نباشد معنی برای زندگی ما نیست. زندگی ما پوچ و بی محتوا خواهد شد. عشق به مردم، چرا مردم رو دوست داریم؟ چون اینا بندگان خدا هستن، بر گردن ما حق دارن. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو از حال خود غافل که جای زیر زمین داری. الوداع 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 یا رمضان. الوداع الوداع شهر النور والغفران. خداوندا تویی حی و توانا، همه اسرار عالم را تو دانا. اگر نوری رود اندر شب تار، تویی از جمله احوالش خبردار. الوداع 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 یا رمضان. الوداع شهر النور والغفران. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نزل عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، هم مادی هم معنوی. همه نعمتهای خداوند و خود خداوند خوب برای بندگان خوبش هست. هم خداوند خوب و هم نعمتهای خوب خداوند خوب برای ما و شما بندگان خداست. و ما بكم من نعمت فمن الله و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر آنچه نعمت در شما هست از جانب پروردگار است. منشأ همه نعمتها بر مبنای عشق و علاقه و خیرخواهی به بندگانش الله است. منتهای نعمتها بندگان خدا. شکر نعمتها دوباره برای بندگان خدا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر نعمتهای مرا به جا بیاورید، هم نعمت مال شماست، هم برکت نعمت و هم مزید نعمت و هم بقای نعمت و هم دوام نعمت و هم در کنار نعمت مرا خواهید داشت. با شکر نعمت هم نعمت برای تو حفظ می شود و هم خالق نعمت الله که از نعمتها بالاتر است. بزرگترین نعمتی که یک انسان می تواند داشته باشد این که الله در زندگی او و خانواده او و اولاد او و ذریه او و فرزندان او و دوستان او و احباب او و شرکای او و خواهران و برادران او باشد. این بزرگترین نعمتی است که خداوند به بندی از بندگانش عنایت می‌کند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت‌های خدا را بشمارید قابل شمارش نیست. بارزترین نشانه رحم خدا دین خداست. هدایت به دین مبین اسلام یعنی همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت در تصور یک انسان خطور بکند. این دین مبین اسلام چه دین با برکت و عظیمی است که همه خیر و خوبی و برکت به همراه دارد و بالاترین خیری که دین اسلام به یک انسان میدهد خدا هست و هدایت هست و این که راه آخرت را نشون او میدهد. قرآن یعنی برنامه‌های خوب یک زندگی خوب، یعنی قواعد بهینه ساختن زندگی انسان. هر آیه از قرآن یک قاعده برای بهتر زندگی کردن است. نباید از این برنامه‌های خوب و قواعد خوب که از جانب خدای خوب است فراموشی سپرده شود، اگر نه فراموش خواهید شد. انسانی که برنامه خوب در زندگی نداشته باشد انسانی فراموش شده است. هم خدا او را فراموش کرده، هم خودش رو فراموش کرده. انسان خوب خودش رو فراموش نمی‌کنه، هم نوعان خودش رو فراموش نمی‌کنه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. هر انسان خوبی ایمان به خدا دارد و هر انسان خوبی که ایمان به خدا دارد محال است که خوبی‌هایش به بندگان خدا نرسد. اگر مؤمن به خدای خوب باشد و خودش خوب باشد، این بنده برای بندگان خدا خوب نباشد، در خوبی و ایمان او شک است. چون اسلام نفسی نیست. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. یک ماه عبادت و روزه و فرصت برای جبران مافات و دریافتن حال و توشه برای آینده به همه شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم
امیدوارم که از این فرصت متاح و از این فرصتی که خداوند در اختیار ما و شما گذاشت، امیدوارم که حس خفته ما بیدار شده باشد و استعدادهای نهفته در درون ما با آمدن ماه مبارک رمضان برای انجام کارهای بزرگ و خدمت به بشریت و امت اسلامی شکوفا شده باشد. یکی از برکات رمضان که حس خفته را بیدار می کند. انسان بیدار می شود، حس خیر در او بیدار می کند. این در ماه رمضان احساس می شود که یکی وجدان خوابیده تو رو بیدار می کند که وقت خواب نیست، حس تو رو بیدار می کند، شور و شوقی در تو ایجاد می شود برای تقوای خدا، برای کسب رضای خدا، برای تکامل معنویات و ایمان خودت. و این حس همطور با تو هست، استعدادها رو شکوفا می کند. چقدر این رمضان مبارک بود. امیدوارم حسی که بیدار شده و استعدادی که شکوفا شده شما را همراهی بکند تا لب مرگ، تا دشت محشر، تا پل صراط، تا در ریان. بهش 8 در داره، یکی از درهاش اسمش باب الریانه، مخصوص روزدارانه. آخرین روزداری که وارد شد در بسته می شود. هیچ احدی از این در وارد نمی شود مگر روزداران. امیدوارم که از در ریان وارد بشویم و خداوند مهر قبول بر طاعات و عبادات های ما شما زده باشد و اعمال ما شایستگی بلند شدن به درگاه خدا را در ماه مبارک رمضان پیدا کرده باشد. اگر پیدا نکرده باشد، اینجا در نماز عید باید گریه و زاری بکنیم، چون خداوند اینجا در مصلا و در عیدگاه 2 چیز را اعلام می کند برای بندگان روزدارش: از شما راضی شدم، شما را آمرزیدم. اگر اینطور نباشد فاجعه به بار می آید، یعنی تشنگی و گرسنگی و بیخوابی. یعنی اعمال ما مهر قبول نداشته، تو صورت ما خورده، مثل یک برگه چکپولی که قلابی باشد. 100,000 تومان چکپول دستته، میبری بانک، میگی این قلابیه. $100 دستته، میگی این قلابیه. یه تیتاپ هم بد نمیدن. خیلی از بزرگان دین وقتی نماز خوندن دست رو سرشون میگذاشتن که مبادا نماز بره بالا پذیرفته نشه، محکم بزنن تو صورتشون. رب قارئ للقرآن و القرآن یلعنه. خیلی وقتا خواننده‌ای برای قرآن هست، قرآن تلاوت میکنه و قرآن اونو لعنت میکنه، میگه منو تلاوت نکن، منو ضایع کردی. امروز روز عیده، روز پاداشه. از خدا التماس بکنید که بعد از خطبه امام کارت هایی به شما بدهند از جانب پروردگار که رو اون نوشته باشه: من از شما راضی شدم، من شما را آمرزیدم. بر بگردید در حالی که شما از ربتون راضی و رب شما از شما راضی و گناه های شما آمرزیده شده.